من نبینی؟ من اینجا دارم. من کجا داری؟ خارج خدا هر شو چه چیزای قشنگی درست کنه. اینا مره یاد ون محبت دمدنه، محبتش به من و به ته. خدایی که همه اینها رو بیافرینه من مطمئن نیمه و مر ببینه، چه برسه به این که بشناسه. شاید خدا خار آدم رو دوست داره، نمیواری گناهکاره. رفقه کاش که تمون 3 سالی که تعلیم داره ممرو دایی. ته منظور عیسی مسیح هسته؟ صفورا تونی در بارد مسیح صحبت ها کنی؟ اره لطفا شد داستان همه رو باگ. چشم حتما. بیاید دله بفرمین. خب ونه از اول شروع ها کنیم. عیسی رو کی بدی؟ نه اگه خوام بی ماجرای عیسی رو درک کنیم باید از همون اول شروع کنیم، همون که کتاب مقدس ما رو تعلیم دانه. از اول خدا آسمونا و زمین، تمام گیاهون، حیوونا و پرنده ها و جاندارون دریایی رو بیافرینه. و اولین انسان را از خاک درستا کرده و در وجود و روح حیات بدمیه. خدا اولین انسان نوم آدم بیشته. خدا با اوته خار نیه که مرد تنها زندگی ها کنه، من ون 3 نفر که ون مناسب بوه سازم به. پس خدا حتی از دنده های آدم ر بیته و زن ر بیافرینه و ون نوم ر حوا بیشته. آدم و حوا خدا پلی در باغ عدن که خدا وشون سبساته زندگی کردنه. خدا باغ دل قدم زوه و با ویشون صحبت کرده، نا رنج و زحمتی دهیه، نا ظلمی و نا مرگی. خدا آدم ر باوته تندی میوه همه دارهای باغ ر بخوری بجز میوه دار شناخت خوبی و بدی ره. اگه اون دار میوه رو بخوری میرنی. اما اتروز شیطون حوا رو وسوسه ها کرده. حوا اون میوه رو بیته و بخورده و عطا کمش مردی رو خدا و ویم بخورده. این کار ننگین آدم و حوا یعنی نافرمونی وشون به خدا نظم و ترتیب ره در باغ عدن به هم بزو. این تی تمام نظمی که اونجا دیه از بین برده. مرد لعنت و محکوم بیه به زندگی با کار پرمشقت و زن محکوم بیه به درد زایمان و حرف شنوی از شمردی. اما خدا عطا وعده هم هدایه، اینکه عطا روز نسل زن یعنی نسلی که از خودش به وجوده نه مر سر کوبندنه. خدا کتاب مقدس دل وعده هدایه که حرمت از دست رفته ره به انسان بردگاردنه. خدا قسمتی از این طرح ره ابراهیم سا آشکارها کرده. ابراهیم به خدا توکل کرده و خدا را احترام میشته. خدا وعده هدایه که ابراهیم را برکت دنه و تمام مردم دنیا را هم به خاطر و برکت دنه. حتی روز خدا ابراهیم را آزمایش ها کرده. خدا ابراهیم جبه خواسته شریکار قربونی ها کنه. ابراهیم دونسته که از طریق این ریکا هسته که خدا وعده هدایه که ون نسل زیاد کنده و همه مردمون را برکت دنه. با این حال به خدا اعتماد ها کرده و ون دستور را گوش ها کرده. خدا باوته ابراهیم اصادم بکن مره اطاعت کندی، این است که حتی 6 جان ریکار مجه دریغ نکردی.
ابراهیم یک دفعه حتی قوچ اونجا بدیه. پس ابراهیم قوچ رو عوضش ریکا قربونی ها کرده. آماده ها کردن حتی قوچ به جای ابراهیم ریکا کار کچیکی بیه از برنامه عظیمی که خدا انسان داشته. این نقشه بیه از طرف خدا تا لعنت گناه و مرگ برداشته باوه و رابطه انسان با خدا دوباره برقرار باوه. حتی جوونی کیجا بیه که در شهر ناصره زندگی کرده و در عقد حتی مردی به نوم یوسف دیه. اون کیجای نوم مریم بیه. خداوند با ته هسته و تر عزت ها داره. نترس مریم، ته نظرها کرده خدا هسته. ته آبستن بونی و حتی ریکا به دنیا یارنی و بن نمر عیسی ینی. اما من باکرومه، چیزی ممکنه؟ روح خدا بر ته نازل بونه و قدرت خدای متعال بر ته سایه دمدنه. این است که اون بچه مقدس و خدای ریکا بخونست بونه. تخیش الیزابت پیری سر آبستن است و حتی ریکا در راه دارنه و که اجاق کور است 6 ماه آبستنه. این است که خدای پلی هیچ کاری ناممکن نیه. من کنیز خداوندمم، همون توی که باوتی باوه. پس مریم با عجله را دکده بودشه دختر خاله الیزابت پلی. الیزابت؟ مریم، خالد ترجان. پس راست هسته؟ تو زنان دل مبارکی. مبارک هسته وچه‌ای که تشکم دل داره. چه افتخاری من نصیب بیه که می خداوند مار بیا می ملاقات. تا تی صدا می گوش برسیه بچه می اشکم دل تکون بخورده. می جان خدا را ستایش کنه. می جان شادمون است به خاطر می منجی اون گت خدا. این است که من کنیزی بیش نیمه را به یاد بیارده. از این به بعد همه مردم مرا مبارک خوندن. عیسی در بیت لحم در عطا طویله به دنیا بیامو. این است که وشون قوم خیشای سره جادنی بیه و عطا خاله فرشته ون به دنیا بیامون ره اعلام ها کردنه. وقتی موقع ختنه اون بچه برسیه ون نمر عیسی بیتنه. معنی عیسی یعنی نجات دهنده. بعد مریم و یوسف بچه رو بردن معبد تا بره به خدا تقدیم ها کنن. وقتی مریم ماجرا رو بشتوسمه بفهمستمه که عیسی باید برتر از یک پیغمبر بوه. فرشته عیسی را خدای ریکا بخونسته و نه منظور چی بیه؟ ته منظور این نیه که خدا با عت زن رابطه داشته؟ نه شما یاد نشوه که مریم باکره بیه. این که عیسی در مریم جسم بیته واقعا معجزه روح خدا بیه. خدا قادر به انجام هر کاری هسته. آیا اینا رو باور نکنی؟ عیسی عطا زناجه که میواری و تیواری هسته به دنیا بیاموه. اما به دنیا بیامونه و عطا معجزه رو موندسه. و خیلی بالاتر از انسان معمولی بیه. که گلو اونجا دست بکشین و قصد تعمید بیرین و خدا شب گناهون رو بخشنه. وقتی الیزابت ریکا یعنی یحیای تعمید دهنده زنا و مردار اردن رودخانه دل تعمید داره، خدا قبلا این خبر رو باید بیه من شما رو به او تعمید دم به، اما
حتی نفر میجه گهترنه که من لیاقت ندارم به حتی بین بنده کشره وازه کنه و شماره با روح خدا و تش تعمید دنه بشه کجبیر ره شه دست لدانه تا کسوره پاکا کنه و گندم ره شه انبار دل زخیرا کنه. روح خدا اتا کوتر واری عیسی دوش سره نشته. اتا صدا آسمون جبیم که گوته تم جان ریکا هستی که تجا رازیمه. عیسی بعد از غسل تعمید شروع به سفر در اون منطقه ها کرده و ون پیغم سلابت وره ثابت کرده. مگه به مریم ریکانیه؟ اره وشه هسته. ساکت بوین. روح خدا در من داره. این است که من مست کرده تا فقیرون را بشارت دادم و مرا برسانیه تا خبر آزادی اسیرون و بینایی کورن را اعلام کنم و ستم بدی ها را رهایی یادم و اعلام کنم که وقت اون برسیه که خداوند شقوم را نجات داده. خار گب زنده. این بنبشته امروز به انجام برسیه. همین تی که بشناسنی. کلام خدا حقیقت پیدا کرده؟ اما فقط مسیح تونده این وعده رو انجام آده. کجا چه بدونیم؟ ون حرفا خاله ها رو متعجب ها کرده و ون معجزه ها باعث به خاله ها ایمان بیارن. بشست ای بیامون و کیه؟ به همون معلمه ناصر اجه عیسی. سلام. سلام. دگرد تجا ایجا نیه. اسا کار به کار وی نار حتی با هارشم به وی نبین شختر نجس ساکنی. مریم ای سای ناصری تعمه جا چی خانی اما دوم میته که هستی تقدوس خدا هستی. ساکت بوین. ای ارواح پلید این زنجه بیرون بی. این مردی اون زنا رو بکشته. خانواده دست بزنه. نه حتی مرد مقدس همچین کاری نکنده. مریم ابراهیمی کی جا؟ به نهال خاره. زنده هسته. این تو معجزه هسته. این مردی کیه؟ حتی جلو پری ونجه هفت شنوی داره نه. این تو معجزه هسته. این تو معجزه هسته. کیتی امکان داره؟ ممنونمه. ممنونمه. ممنونمه.
ممنونم. بعد اون من پیرو عیسی بایمه خواستم خدا را راضی کنم. سالها با بدنامی زندگی کردمه، اما عیسی حرمت رو به من برگردونیه. با چه قدرت همه ارواح پلید رو میجه بیرون آکرده. اوه خوشگلی گیجا. صفورا جان آروم باش. دیانا ته تعالیم عیسی رو بشناسی و خیلی از ون معجزه ها رو بعدی. آره. پس دونی چیزه همه چی رو رها کردم تا ون پیرو باوم؟ فقط من نیمه. اما وشنابیمی هم جسمن هم روحن و احتیاج داشتیم حتی نفر راه خدار اما رو نشون آده. بیشتر اما به خاطر اینکه سالها همه سر دل زونه و اما رو تحقیر کردنه شه امید را از دست خدا بیمی. اما مثل اینکه عیسی هر جاشیه مردم مثل امید یارده. وی کیه؟ اتریکا تنها بچه بیوه زنا. جوون راست بباش هرس. پیامبر بزرگی همه میون پیدا ببه. خداوند بیاموه تا شقوم نجات هده. اگه فقط کسونی رو دوست دارنی که شما رو دوست داره نه چه سه خداوند شما رو اجراده. حتی گناهکارون هم رفیقون رو دوست دارن و اگه فقط به کسونی خوبی کننی که به شما خوبی کنن نه چیزی ون اجر بورین. گناهکارون هم انتقان نه. چی تونده بره دست بزنه؟ چی تونده بنه جه گپ بزنه؟ نفرت انگیز هسته. الان بشه دشمنون خوبی ها کنین و شون غرض دین و پس نیرین. این است که شمه اجر خیلی زیاد است و شما خدای وچون بخونده سبونی. این است که خدا با ناسپاسون و بدکارون مهربون است. پس رحیم بوین همون تی که شمه پیر رحیم است. عیسی تعلیم داره که خدا حتی بدترین گناهکارون رشه دشمن ندونده، بلکه تلاش کنده اونا ره حتی وری واری که گم بیبیه گله دله بردگاردنه. اما ندونستیمی که حتی برای کسانی که سالها اما اونا را تحقیر کردمی، یعنی یهودیان درگه که با غیر یهودی وصلت ها کردنه، عیسی وشون سه چه ارزشی قائل بیه تا اینکه عیسی تصمیم بیته به سامره بوره. زنا که همه به نجه بد دارنه کیه؟ به عطر زن سامری هست. همین کافی نیه؟ زود باش باید غذا بخیرنیم نبینه استار منتظر بلیم. امکان دار نمانو عادی؟ تو حتی یهودی هستی و من حتی زن سامریمه. چطی تونیم جا درخواست او هکنی؟ اگه دونستی خدا چه محبتی بخشنه و اونی که تیجا او خواینه کیا و نجه خواستی و وتر اوی حیات بخش دار. آقا
شما سطل ندارنی بچه ها خیلی جولسته که جه تونی او بیاری ها؟ این چاره همه جد یعقوب همه سه بشته و ونه وچون و ونه گلا این چاره جا او کشینه حتما تا منظوری نیه که یعقوب جا گتری هر کی اون او رو بخوره دوباره تشنه وونه، اما هر کی که از اوی که من دمو بخوره دیگر هیچ وقت تشنه نوونه. اوی که من دمو بشونه دل چشمه ای بونه که اوی حیات بخش از اون جاری بونه. آقا از این اون بره هم هاده تا دیگه تشنه نبوشم تا او بکشیه نسه دیگه اینجا نیم. بروشی مردی رو صدا کن و بردگرد. من که شی ندارمه. درست کنی که شی ندارنی. تا الان 5 بار شیو کردی و اون مردی که و نجا زندگی کنی تی مردی نیا. راست بودی. آقا فکر کنم تو پیغمبری. امه پیرون این کوه بالا خدا رو پرستش کردنه. اما شما یهودیا گننین که خدا رو باید در اورشلیم پرستش کنین. ای زن من باور کن زمانی رسنه که پیر نه در این کوه پرستش کننی نه در اورشلیم. شما سامریان واقعا ندوننی که پرستش کننی. زمان موعود الان برسیه که مردم با قدرت روح خدا پیر اون تی که هسته پرستش کنن و اون پرستش خالصانه که وی قبول وونه به وی تقدیم کنن. خدا روح است و انسان تنها با قدرت روح است که بطن برای همون تی که هسته پرستش کنه. وی همون زنا هسته؟ چیسته ولی جسو بطن؟ دونده اون زنا کیه؟ من دومه که مسیح حتما اینه و وقتی بیه همه چی رو به اما گنه. منشه مسیح هستم. بین این مردی رو ببینین که هر کاری که انجام هدا بیمره مره باته. امکان داره به خود مسیح بوه؟ مسیح موعود نه امکان نداره. بین رو ببینین. بین استا چی بخر؟ من غذایی واسه بخوردن دارم که شما از اون چیزی ندوننی. کسی بنسته غذا بیارده؟ می غذا اطاعت از خواست کسی هسته که من برسانیه و تمومها کردن کاری هسته که به من بس برسه. محصول علم برسیه و آماده درو هسته. هارش حتی خلا مردم در این نیجه. مگه خبر خوشی برای سامریان هسته؟ مردم شهر عیسی پلی بیان بینه و ون جا خواستمه که ویشون پلی بامونه و ویشون تعلیم هاده. ده روز بامونده سمی و خال از سامریان به وی ایمان بیاردنه. کدوم از شما تونده با قصه بخوردن شی طول عمر زیاده کنه؟ شما کار به این کچیکی رو نتنی انجام دادین. بس چه سنارت آینده هستنی؟ سوسنها رو ببینین چطوری رشد کنن؟ نه زحمت کشن نه کاری کنن. سلیمون پیغمبر با تمومشی جلال مثل عطا از اونان آراسته نبیه. علف صحرا رو که امروز در و فردا تنیر دل بشنیونه اینجوری پوشان نه. بیشک چندی بیشتر شما رو پوشانده. ای کم ایمونون. اما ایمان رو زیاد ها کن.
اگه ایمونی به کچیکی دونه خردل دارین توننی تو داره بوین ریشه جا بکنی ببوه و دریای دل دکاش ببوه شما دستور رو انجام دنه. لغزشی جا فرار نشه نکردن، اما وای بر کسی که باعث اون ببوه. بهتر این که حتی سنگ آسیو و نگردن دوندن و دیم بدن دریای دل تا این که باعث لغزش حتی نوع ایمان ببوه. دوننی پادشاهی خدا چی رمون نه؟ مسئله اینه که یه نفر دونه خردل رو گیرنه و شیباغ دل کارنه. اون دونه نوش زن و داری بونه. اون تی که پرنده های آسمان اینو بی شاخه های سرکلی سازنه. من که نفهمم چیشی خبری حرف زنده. چه سر؟ تو با خارجگینان و آدم های بد عد صفر زنشنه؟ آدم های بد؟ سالم ها نیاز به دکتر ندارنه بلکه مریض ها نیاز به دکتر دارنه. من نیمومه تا سالمون رو به توبه دعوت کنم بلکه گناهکارون رو. بلین اگه بین جمر دست بزنم شفا گیرمه. کی مرا لمسا کرده؟ ات نفر مرا لمسا کرده. دوما این هستی که ات نیرو میجا صادر بیه. من بیمه که تره لمسا کردمه. 12 ساله که خونریزی داشتمه. تمومش مال هندام دکتراره. هیچ فایده ای نداشته. اما همین که من دست جمره بخرده شفا بیتمه. میده تر ته ایمان تر شفا دا به سلامت بور. ممنونمه. برده ترس دا بزو؟ اره کسی که طبق شریعت ما 12 سال ناپاک بیه. ایسا حرمت اون زنه رو به درگردانیه. ندومه کدوم بیشتر شفا دنه، اقتدار ایسا یا ون دلسوزی. ای گله ای کچیک نترسین. خواست شما پیرین است که پادشاهی را به شما عطا کنه. اون چه دارنی بروشین و به فقیرها دین. چی گنج را آسمون دل ذخیره ها کنید. این است که اوجه دست دنیا و بید بره نزنه. اون موقع شما دل همو جایی داره که شما گنج داره. ای زن تش بیماری جا شفا بیتی. هارش شفا بیته. این تا معجزه. هارش شفا بیته. بین ببینین. بازم حتی معجزه. شکر. ای جان خدا. هیچ 10 سال. خدا داره خیراده. 6 روز در هفته تون کارها کنین. پس در اون روزها بیاین و شفا بیرین. نه در روز شبات که روز عبادت هسته.
ای ریاکارون، آیا هیچ کدیم از شما در روز شب باشی گو یا خر طویله جا بیرون نورنه تاور اواده؟ اسایج ات نفر داره که ابراهیم کیجا است و شیطون وره 18 سال اسیر را کرد بیا. آیا نه وره در روز شب باد رهایی هادم؟ ای گناهکار، ای زناکار، ای زناکار، ای فاحشه، ای زناکار، ایسا این زن درست موقع زنا دستگیر بیا. موسی شریعت دله به اما حکم کرده اینجور زن باید سنگسار ببوه. وره سنگسار را کنین. فاحشه وره سنگسار را کنین. آره وره سنگسار را کنین. شما چی کنه؟ استا اما 2 تا شاهد دارم به با این زن چی کنیم؟ هر کی که شمه میان بی گناه سنگ اول رو بزنه. ای زن بشون کجا بردنه؟ هیچ کس نمونسته که تره محکوم کنه. هیچ کی آقا. پس من هم تره محکوم نکم. اصاب بور و دیار گناه نکن. کنم راستگنی؟ بره می دوش سر اسا تونده ببینی؟ من تو می سر ببینم. شریعت رو زیر پای نه به قانون ثبت عشق نه با گناهکارون میشنه. اگه بریم به دام آده همه ببینیم ما یارن و رومیا اینه نه همه معبد خراب کنن و روشتا کردن و 100 برابر زیاد ببینن. اونا نتونستن عیسی رو گرفتار کنن یا ون پیروان جلو رو بگیرن، اما تصمیم بیتنه که مانع بوشن تا و ادعا نکنه که مسیح موعود هسته. اونا عت نفر رو پیدا کردنه که حاضر به و خیانت ها کنه. عیسی بیشتر موقعش پیروان رو دعا کردن سه کوه زیتون برده. اون شو به نظر خل نگران بیه. چه ایسته با خاطنه؟ راست ببوشین، دعا کنین تا وسوسه دل نکفین. یهودا آیا انسان ریکار با خش تسلیم کندی؟ خداوندا با خنجر بشینو بزنیم؟ بیا این ور دستگیر رو کنیم. بس دیه
مگه من راهزنم با چما و خنجر میدم مال بیمونی؟ هر روز معبد شمه چشی جلو ده ما دست بر من دراز نکردنه، اما الان شمه دور حکومت ها کنین، زمون حکومت تاریکی. دستگیرش ها کنین. من رفیق بر خیانت ها کرده؟ حتی از پیروونش؟ حتی نفر که خوب بره اش نسیمی و به وی اعتماد داشتیمی. من مراقب بوین. اون چو مامورا بره تغییر ها کردنه و بره بزونه. کیتره بزوه حدس بزن. نبابتا کن اصلا کیتره زنده. واسه با اوتما واسه بره بیارین شورای پلید. امارو آیات مسیح هستی؟ اگه بوم من باور نکننی و اگه سوالی ها کنم جواب ندنی، اما ازلن انسان ریکا به دست راست خدای قادر نشنه. پس ته خدای ریکا هستی؟ تگانی که هستم. کفر بوته دیگه احتیاج به شاهد نیست. در کفر کنم. همه ما بشناسیمی چی چه بشناسی که کف بوده. حقشه بمیره. شوی زبونی جو بشناسیمه. وی مجرم هسته وی نه بمیره. وره برم بی پیلاتوس پلی. اره ببرین. پس وره پنتیوس پیلاتوس فرماندار رومی پلی بیاردنه. پیلاتوس فرماندار بیرحمی بیه که هزاران نفر رو به صلیب بکشیه. صبح به زودی اینجا چی کار دارنی؟ این مردی تموم همه مردم گمراه کرده و در سحن محمد جنجال به پا کرده. از نظر ما به مجرمه. مردم بگنه به امپراتور مالیات ندین و ادعا کنه مسیح موعوده. پادشاه آیا ته پادشاه یهودیان هستی؟ همین تی که گنی اما پادشاهی به جز امپراتور ندارمی. اما شریعتی دارمی و طبق شریعت اما و نه بمیره چون ادعا کرده خدا ریکا هسته. این مردی کاری که سزاوار مرگ باشه نکرده. پس دستور دم بره شلاق بزنن و بعد آزاد کنن. مردی رو آزاد کنی امپراتوری رفیق نیه. برای مصلوب کن. اره مصلوبش کنیم. وقته شلاقش بزنیم. حق ادعای پادشاهی ها کرده بر ضد امپراتور راست باییه. پیلاتوس چیشی منتظری؟ بره بکش بره مصلوب کن. بی هیچ خطایی نکرده. بره مصلوب کن. نزدیک نباشین. برین عقب برین کنار برین.
پیغمبر وقتی پیغمبر راست باش اینو ببر راده کف عقب عقب صلیب راستا کنین پیر جان اینا رو ببخش. این است که ندونن چی کنن. مگه ته مسیح نی چرا به ما نجات آده ته خدای جنت هستنی؟ اما هم زیر همون حکمی داریمی که و داره، اما و هیچ خطایی نکرده. عیسی مرا به یاد بیار چه پادشاهی دله. ترا قول ده ما امروز با من در فردوس داری، با من. حوالی ظهر آسمون 3 ساعت ستاریک بیه. پیر جان، روح را به دستای تو اسپارم. جلال بر خدا، اطمینان دارم که این مرد بی گناه بیه. شورای یهود دله حتی مرد درسکاری دیه به نام یوسف اهل رامه و در محکوم ها کردن عیسی دستی نداشته. وی پیلاتوس جا اجازه بیته تا عیسی جنازه را قبل از شروع سبت موقع غروب آفتاب در حتی مقبره درون نزدیکی قرار داده. اما را بخشرینی، اما عیسی جنازه پشت سر بیمی. لطفاً بفرمین، زودتر، سبت نزدیک هسته.
چیسه بره بکشتنه؟ اگه به خدا طرف جا بیه چیسه اجازه هادا بره بکشن. منم همه این سوالا رو داشتمه. عیسی بر ارواح خبیثم قدرت داشته. حتی مرگ هم ونجا حرف شنوی داشته. نتونسته این اتفاق جلو رو بگیره؟ من 3 سال ور پیروی ها کردمه به این امید که وی مسیح موعود بوه. اما اصلا وی برده. من چی کار به نه کنم؟ چه داستان غمناکیه. اما آخر داستان خیلی خاره. یک شنبه صبح زود 3مین روز سر قبر بردمی و حتی خاله عطر برای تطهین عیسی جنازه شهم را بردمی. سنگ در مقبره تکون بخورده. پتروس، یعقوب، یوحنا، گوش اکنین. سنگشی جای جا تکون بخورده بیه. اما بردمی داخل، اما عیسی جنازه او جدنی به. اما خداوند جنازه را بردنه و ندمی که جبشتنه. چیشی؟ خداوند جنازه را بردنه؟ بورین چه ببینین. پتروس بعد اینکه مقبره رو بررسی ها کرده بردگردسته بقیه شاگردای پلی. اما من بیرون بموندسمه حیرون و گریون. شاید سربازا وره بوردون یا فریسیون. اونو تمام همه امید را از بین بردونه. حداقل تونستن ون جنازه رو همسته بیلن. ای زن چه برمه کندی؟ نه سرور باوردنه ندون به که بشتنه. ای زن چه صبر میکنی؟ کنید مال گردنی. آقا اگه شما وره باوردنی باور وره که بشتنی من شما وره گرمه. مریم ایسا میدم نیر این است که هنوز بالاشی پیر پلی نشیمو. سرورم شما زنده ای؟ بور و این خبر را به می برارون هاده. اما را از یاد نوردی؟ خدا ما را رها نکرده. بشون بو من خداوند رو بعدیمه. مسیح موعود بعدیمه. آیا وی زنده بایه؟ آره. چتی؟ مرگ نتونسته ون مانه باوه. چیست لازم بیه بمیره؟ تا بر مرگ پیروز باوه. من که اون روز اینا رو درک نکردمه. اما بعد اون عیسی چند بار برای ما ظاهر بیه و ما را تعلیم داد. صدها سال قبل از بیامون عیسی پیغمبرون یهود پیشگویی ها کرد بینه که مسیح موعود ون عذاب بکشه. اشعیای نبی بنوشته ام گناهون سبیه که و مجروح بیه و ام شرارت سبیه که ور بزونه و مجازات بیه.
تا اما سلامتی کامل داشته باشیم و به خاطر ون زخم ها اما شفا بگیریم. موسی باوت بیه هر کی دار بزده باشه ملعون خدا هسته. وقتی عیسی صلیب رو بمرده لعنت مرگ اماره و لعنت مرگ مره بر خودش بیته. قربونی و زنده بیین وی اما را از دست شرارت آزاد ها کرده و اما را تاریکی جرهایی ها دا و ترس و شرم را ام زندگی جبیته. این همون برکتی بیه که خدا به ام جد ابراهیم وعده ها بیه وقتی که باوت بیه همه مردم دنیا از طریق وی برکت گرنه. همه مردم؟ حتی زنا؟ عیسی مره ابراهیمی کی جا بخونده سه. تم و جانی کی جا هستی؟ کی جایی که وی خانه برکت آده؟ مثل اون زنا که بعد 12 سال خون ریزی شفا دا؟ یا میواری؟ هیچ کدوم از ما دیگه لازم نیه در ترس و ننگ زندگی ها کنیم. دیگه لازم نیه همه حق بخرن. عیسی چه خبری باوته؟ روح خدا در من داره. این است که مرا مست کرده تا فقیرون را بشارت ده و مرا برسانیه تا خبر آزادی اسیرون و بینایی کورن را اعلام کنم و ستم بدی ها را رهایی یاده و اعلام کنم که وقت اون برسیه که خداوند شقوم را نجات داده. عیسی حتی زنایی که دچار مریضی های مختلف بینه و ناپاک به حساب مونه لمس کرده و اونا رو شفا داد. و چون و مردا و زنا ثروتمند و فقیر عادل و گناهکار را تعلیم داهه و وشون و حرمت را به وشون بردگاردنیه و چه رحمت عظیم را به وشون نشون داهه. مردما را شفا داهه، روحای بد را بیرون کرده، مردم را از اسارت شیطون رهایی داهه. این نشون داهه که وی بر ارواح شریر و همه روحا قدرت دارنه. عیسی کیجاها و ریکاها رو زنده ها کرده. نشون داده که حتی بر مرگ هم قدرت دارنه. و وقتی وره مصلوب ها کردنه شیطون و ونه دار و دست فکر ها کردنه پیروز بینه. اما عیسی زنده بیه و بر هر قدرت شرارت و مرگ پیروز بیه. پس و همون مسیح بیه؟ فقط مسیح موعود که خدای طرف جبیمو تونده این معجزه ها را ها کنه. همین که عیسی کرده. و فقط کسی که عیسی واری رحیم و قدرتمند و قابل اعتماد بوه شایسته وقف و سرسپردگی ما هسته. وقتی خدا جهان را بیافرینیه مرد و زن را درست ها کرده تا ون پری زندگی ها کنن و ون شادی را حس ها کنن. این برنامه خدا بیه. اما ور باور نکردیمی و ونج نافرمانی ها کردیمی. عمل شرماور اما را خدا جدا ها کرده و رابطه صمیمی مرد و زن را به هم بزوه. اما هم به این نافرمونی ها ادامه کتاب مقدس کنه هیچ کس نیه که گناه نکنه. عاقبت این گناه مرگ و جدایی از خدا هسته. اما خدا خوشحال نیه که ما از وی و ون محبت جدا بوییم و در ترس و ننگ زندگی ها کنیم. پس خدا همون که عطا قوت را حاضر ها کرده تا به جای ابراهیم ریکا قربونی باوه عیسی را برسندیه تا به جای اما بمیره. زندگی و مرگ و زنده بیان عیسی رابطه میون خدا و تمام اونایی که ونج پیروی کنه نره دواره برقرار کنده. و این رابطه صمیمی با خدای متعال تموم نونه حتی وقتی میره. مجرم روی صلیب قبل از مرگ به عیسی ایمان بیارده و عیسی ور وعده هاده که امروز ته با من در فردوس داری. اونایی که به عیسی اعتماد کننه از مجازات ابدی خلاصی پیدا کننه و تا ابد با خدا زندگی کننه. چتی؟ با ایمان و نجات پیروی ها کردن.
چتی مرا قبول کنده؟ و مریم و مرا بپذیریه. که جه بدونم؟ به وی اعتماد کن و نجه بخواه و نجه گپ بزن. خداوندا ای پیر آسمونی من، تو قدوس و عادلی، ممنون که مرا دوست دارینی. من در حق تو گناه کردم. ممنون که مسیح موعود عیسی را برسیندی تا لعنت شرم و محکومیت را نابود کنه. ممنون که وی به جای من بمرده. خوام از منجی زنده پیروی ها کنم. ممنون که مرا ببخشی، من قبول ها کردی. آمین. 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 ممنونمه. ممنونمه. عیسی با اوته میگس ونون می صدار اشناننه. من وشون اشناسمه و میره پیروی کننه. رفقه ویتر اشناسنه، ویتر دوست دارنه. این شروع رابطه ابدی هسته. وقتی وره بهتر اشناسمی بیشتر به اعتماد کن بی. با اطاعت ها کردن به ون کلام و با دعاها کردن در نام عیسی و با هم دوان و پیروان و با دیگرون هم درباره عیسی حرف زنبی و این فرموده عیسی را به یاد یارم بی که باوته برکت خداوند بر شما بوه. تمام قدرت در زمین و آسمون به من هدا بیه. پس برین و همه ملت ها را تعلیم هدین و وشون را به نام پیر و پسر و روح القدس تعمید هدین و وشون را تعلیم هدین که احکامی را که به شما هدام حفظ کنن. مطمئن بوین همیشه با شما در ما حتی تا آخر عالم.